چطوری؟ یه ما اومده شیم بریم بازی بارسا رو اطراف نیمکت توی کافه ببینیم و ببینیم جوش اونجا چطوریه. قیمت این بازیش با اتلتیکو مادرید 169 به بالا بود، شروع می‌شد از این قیمت و 20% هم به خاطر بلک فرایدی تخفیف گذاشته بودن. از اونجایی که هوا به شدت سرد داشت فکر می‌کردم که اینو بپوشم بعد روش اینو بپوشم. چیکارش کنم؟ بعد سعی می‌کنم بهتون بگم هر موقع هر جا اعتماد به نفس نداشتین یا فکر کردین یه چیزی بده زنگ بزنید به باباهاتون. ولی این کلمه این خوب شده اینو فهمیدم راست میگه، چون وقتی بهت میگهش اون حقیقته پس اینم حقیقته دیگه. بعضی با این تیپ برام بده شلوار استیچ دیگه قشنگی تازه یه جفت دمپایی نارنجی هم دارم بتونم اینا برم. میخوام بگم کیف جام بدم کیف طرف است اینو میخوایم به جا میشه این انجام میشه این انجام میشه. خب وسط این همه کار و اینا پاستا هم درستم فکر کنم خیلی خوب شده. خیلی هم من که رسوندم تو داشتم غذا درست کردم واسه بیارم خدا. بچه‌ها یه چیزی بهتون میگم، اگر جاهای شلوغ میرین حالا هر جای دنیا و میدونید مثلا اون موقع اونجا خیلی شلوغه حتما کیفتون اینجوری زیر لباستون بندازین. وای چه صدایی میاد ازش. دوست داشتم الان اونجا باشم به جای اینکه اینجا باشم. ورودی چه کاری کرد؟ خدا کنه ورودیاش اینجاست ولی اینجا اون کافه چیز داره بسه اون اینجا نگاه میکنید برادر این هم میشه حالا چون من اینجا یه دونه آبجو گرفتم بغل استادیوم، یعنی در این حد استادیوم نزدیک که صدای استادیوم رو میشنوید. بعد این آبجو قیمتش 3.50، یعنی مثلا جای دیگه هم همین قیمته. یعنی فکر نکنید مثلا شما وقتی بیاین اطراف استادیوم مثلا جایی که ذره شلوغ‌تره بریم مثلا سر گردنه میشه یا خیلی گرون میشه همه چی، یعنی یه عرفی داره و همون عرفو همه رعایت میکنن. مثلا Maurizio, è stato lui, نمیزنه داوره بریم خوش بگذاریم. حالا مثلا خوبه چی خبری نمیشه الکی تا اینجا. سوم هم زد نصف فرمان استادیوم بودم بیرون. بریم ما اینوری بریم ببینیم اینوری چه خبره. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه این سیستمی که دارم میره. میدونی حالا کجاش خنده دارم میشه؟ اونجای خنده دارم میشه که من برم و هیچ چیزی نباشه. اون خیلی زایه میشم. من الان نمیدونم واقعا اینو دارم کجا میره. ولی جدی فکر کنم یه خبری هست، چون من اصلا از اون ور اومدم مترو اون ور حالا اینکه اینا چرا دارن اینوری میرن؟ یه جمعیت زیادی دارن اینوری میرن. من با این جمعیت اومدم رسیدم به مترو. خیلی عجیب غریبه واقعا جمعیت. این بازی هم تموم شد من برگشتم. نظرتون راجعش چی بود؟ ان دست میگم فعلا در همین حد داشته باشید. با خیلی سرد بود ولی جدی خیلی سرد بود. یه شیرش کنید واسه دوستاتون. خدا